چرا زن متأهل دوست پسر داره؟ تا حالا فکر کردی چرا بعضی زنای متأهل با وجود شوهر باز میرن سمت یه مرد دیگه؟ ببین این موضوع همیشه فقط به خیانت یا بد بودن زن ربط نداره. خیلی وقتا پای کمبود توجه، بی‌تفاوتی شوهر یا حتی نیاز به شنیده شدن و احساس زنده بودن وسطه. وقتی زن حس کنه دیده نمیشه یا ارزشش تو رابطه نادیده گرفته میشه، ناخودآگاه ممکنه جذب کسی بشه که بهش توجه میکنه. من نمیگم این کار درسته، ولی میگم باید ریشه رو بشناسیم. اگر زن و مرد ارتباط سالم رو یاد بگیرن، این خلاها اصلا ایجاد نمیشه. برای سوالاتت یوتیوب بیا. هنوز منو فالو نکردی، وقتشه یه قدم نزدیکتر بیای.